خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با جانم خانم. اینجا نشستیم ساعت 5:06 و ما میخوایم بریم دبی برای تولد من جانان. امروز تولد جانانه، پریزم تولد من بود. آره میگه کاپتان شد. آره کاپتانی حالا دخترم ببین ما با چجوریه خیلی خوشیه. اینجا یه آشپزخونه کوچولو داره. آره میتونیم ناش چیزی درست کنیم. یخچاله. آره خیلی خوب مزه. من بعد میریم تو اینجا که جای چمدونه قشنگ انگار سویته بیشتر تا اون تا. اینجا هم تخت 2 نفره. جانا تخت نداره؟ اتاق داره؟ نه. اینجا هم که لبانشه. اینم که خودم چیه؟ کمود اتو داره. من اتو آوردم. هیچ سفری اتو نمیارم، همین سفری که اتو آوردم اتو داره. جالبه. این ویو نشونتان بدم. چه ویوی. الان نزدیک هتلمون یه دونه متروه که ما میخوایم بریم اون ور خیابون یه چیزی بخوریم. باید از روی مترو بریم اون ور. چرا؟ یعنی میریم اون سمت خیابون. گشنمونه. بله. هوا چطور؟ هوا خیلی خوبه، جای همه خالی. آره هوا خیلی خوبه. جانا خوش میگذره؟ تولدت مبارک. امروز روز تولد جانانه. اینم هتل ماه، اسمش ریحان روزه. روز ریحان. مدرسه است. جانا دوستته؟ اسمش چیه؟
چی جانان انتخاب کرده ببینیم؟ چقدر خوشگله. اینا چیه؟ اینا از این پکاستا. 2 تا تیشرت 2 تا شلوار. این چنده؟ 11 اونا اونجا هم داره ببین. کفششو ببین. ای خدا چقدر کوچولوه. قند جانا تا اینقدر کوچولو بودی یا؟ بستنی به این کوچولویی 46 درهم. چی نه؟ اینا بهت داده اینا. 46 درهم چه؟ تقریبا 900,000. کلاب خریدیم. ساندویچ هم خریدیم. مسواک هم گرفتیم. این چیه؟ شبیه ساندویچ خودمونه. چه بامزه. شبیه ساندویچ قدیمی های خودمونه. دیگه هندونه پرتقال فقط. کوچولو مجولی. این چیه؟ موزش چرا اینجوریه؟ خنگه. آره واقعا از یه مشکلی بهره. این الان یه کراموزوش کرد. آره این اینجا چی کار میکنه؟ توی آشپزخانه. این ساندیسا. از این ساندیسا. اینم که مسواک. این چیبایی که مادر میکنم. اوه چابست. این وادر. واقعا موزش خیلی بامزه و خنگه و به نودل و از اینجا هست. من الان اینو میخوام بخورم.